درست کن خب عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت دوستان عزیز. سلام. خیلی مخلصم. کوچیک همتون آمد تبریزی امین مرتضی رسول قرار یک بازی هیجان انگیز رو کنار هم دیگه انجام بدیم. هر کی برای تیم خودش تلاش میکنه، نفر اول جایزه میبره، نفر آخر مجازات میشه. قراره رولا رو تو دستمون بگیریم و به همین صورت بچرخونیم. هر کی زودتر بچه‌ها همینطوری کنن، هر کی زودتر تموم کنه اون برنده است. خیلی ساده. خب سری میریم سر اصل مطلب. بیشتر از این وقتتون رو نمیگیرم. یه برنامه ببینیم. هر کی 2 به 2 میرویم. 2 به 2 میرویم بی روم. 2 به 2 میرویم بی روم. بی روم. حالا تو بارت یا سنگاز قیچی میاره کی اول؟ سنگاز قیچی یک چی من قیچی سنگاز قیچی هلو هی با این صورت گو برا چجوری تایم ما بگیریم؟ نه هر کی زودتر تمام کنه رولو. الان ما چی؟ شما یکیمون باید با تو بازی کنه دیگه. ما بردیم تو. چی میگی؟ سنگازدشی علکی بود. هر کی میاد بیاد با من بیاد. می‌خواستیم بیا وایسا. خب تیم ما مشخصه. من و امین با هم توی تیمیم. رسول و مرتضی با هم توی تیمن. از نمایندگی تیم ما من میرم جلو. اولش خب قرار بود انفرادی این کار انجام بدیم. من نمیدونم چی شد، گروهی شد. خب من و مرتضی میریم برای استار. آقا وایسا این چسبیده مونه. نه چسبیده، مال ما هم داره داداش. مال ما هم داره. داره دور میچرخونه. نه چرخوندم. داداش اینم داره میچرخونه. چه کاری آخه؟ من دور چرخون ها. من رسولم. با چه مغلط گلی هستی؟ سری دومی نیست. اینا هر کدوم بردن. چون طرف برده دیگه. 3 2 1 ماشاءالله. اگه اونجوریه که با هم کمکش ماشاءالله حامد دستام خسته شد. برو حامد لعنت بده خیلی شد. برو حامد تمام ماشاءالله حامد داره. آقا حامد کاری نمیکنه چه کاری داره؟ داداش حامد چاره کن. داستانشون اینو کی خریده؟ برو ماشاءالله حامد تمومه. اولی تمام شد. زرده رو برو تمومه. حامد تمومه. زرد برو زرد آقا اونجا کمکش نکن. اشکال نداره. برو تموم شد. اگه تک بازی کن بود شده ماشاءالله سرشون هم دم کرد درست. اینا پهنن. بیا مغلطه. این مثل مشکی شماست، این مثل بنفش. درسته؟ آقا با هم مچ کنیم. مال تو کم نداره. امیرعلی جفتشون پلم به پلم. یه ست شد شما جز نزنی. جفتشون پلم به پلم. مثل یه قهرمان بیا با من مصاحبه کن. خب خب چند سال تلاش کردید تا بتونید این بازی من واقعا سرشون هم واقعا دم کرد.
من نوکر کوچ بزرگ داداش عزیز آقای امین غلامی همیشه همراه من بود. پشت داده برد. شما باز کنید سری ببین ولی بارش نداریم. چی رو می‌خوای بگی؟ چهار تا بود. نه هم 4 تا بود. 4 تا بود. تو شورت ما تنها 8 بودیم. کمک داریم بازم. عزیز من الان نداریم چیکار کنیم؟ الان بازی نصفه میمونه. رسول اول گفتم من نه دیگه تو داشتی کمک. اگه باخته بود باز وایسا مرتضی تو میام بازی تمام دیگه. تو میام. نخورید. من بردم. مرتضی اگه حامد باخته بود میدونی چیکار می‌کرد؟ 10 تا رول می‌آورد که ما هم باشه. بازنده بود. من هرگز نمی‌بازم. من بازوندم. آیا الان یه هایی با خب هم باری کردیم ما این برای اجرای حکم فارغ مرتضی آماده باش رسول بریم بیا اش کردی؟ همه اش کرد آمد اش کردی؟ یه چاقو بده خدا بابا کلاوه نان پدر هر مامان یه پهلوان رو بغلم دیدم چه جمال اشکال از صداشون هم نمید آقا بعدا توی اسمون چی بود؟ ویگرا بعدا تو ویگرا VAR بعدا تو VAR چاقو بیاریم هم خب در تصویر آقا مرتضی آقا رسول رو میبینیم که بازنده های میدان ما بودم و خیلی دوستشون داریم از همینجا بهشون خوش آمد میگیم به فصل آخر مکعب بود و اسمون بازی چی بود؟ بازی مرکب. بازی مرکب و الان در تصویر داریم بازنده آقای رسول آقای مرتضی هستن. بمیرم پس. خیلی بحث کردیم برای اجرای حکم که به این نتیجه رسیدیم از اینجا تا جلوی در کلاغ‌پر و از جلوی در تا سر کوچه سینه خیز میرن. چی؟ از سر کوچه هم تا سر سریاباد با دستامون راه میره. اونجا اون آدرسی که گفته رو بوق بذارین لطفاً ولی اگه خواستی اونجا هم میتونی ادامه بدی. با دست از اینجا تا اونجا کلاغ‌پر از جلوی در تا کجا؟ تا سر سینه خیز از سر کوچه هم تا سر اون خیابون با دستات راه بریم. اونجا هم حالا به خودتون پشتمون راه بریم. حالا به خودتون ربط داره. اگه دوست داشتی میتونی بریم. نه دوره جون. نه نداریم یعنی حکم اینه دیگه. ببین ما بچه‌ها که میدونن ما اومدیم اینجا از وقتی اومدیم اینجا چند تا بازی انجام دادیم. اگه رو من حکمی افتاد اجرا کردم. الان من حکم میدم. و این آقا باید انجام بدن. زیر نظر اون آقا. هیئت جوری. Watcher. I'm the watcher. آقا تو جنگ فتح المبین یارو انقدر سینه خیز نرفته ما بخوایم بریم. آقا نگاه کن نه داداش وایسا خب آقا دیگه تموم شد من میگم بیا اینجا کجا باید برم؟ حمید بیا اینجا حمید. آقا اوکی کنیم خب من تهش برم همینو میرم. آقا باشه کل اونو بس اونو اوکی نه من تهش همینو. تا سر خیابون نرید در خیابون لباس به آقا آسفالت خیابون. از اینجا تا اونجا کلاغ‌پر برید میخوام رو سرم راه برم. از اینجا تا اونجا کلاغ‌پر برید برگشتش سینه ببین یا اینو انجام میدین یا اینو انجام میدین یا 5 تا تخم مرغ خامو با نوشابه و سس و فلفل قاطی میکنم نه بدون پوست دیگه حکمو دادید دیگه یار. نه میگم اگه خواستین این یا اگه خواستین استخرم از سهامه. تو این هوای سرد استخرم میچسبه. استخرم میتونیم فورسش اسق کنیم میچسبه. میچسبه. من پریدم میچسبه. آقا معقول تخم مرغ اونجا من گفتم دوست ندارم تو بخوری. من نوکرتم مثلا اولی خوردم از تو ولی دوست الان این نداری. کار انجام میدین یا نه من یا اینجا اینکه رو تا میرم. صبح ماشین رو آب بدید اینجا رو میرم دیگه. آقا اینجا رو میری بعد از اینجا به اونور سینه خیز نمیشه رفت که سینه خیز الان تو خیابون. بابا هیچکی نیست یه ساعت والله 1 و 10 دقیقه صبح دیگه تو جبهه نمیرن این همه من. آقا اینو میری برمیگردی در حال رفتن صدای اردک در میاری و در حال برگشتن صدای کلاغ برگشت چی دیگه؟ رفت و برگشت یا سینه خیز یا خودت گفتی برگشت چالو نگاه کردم آمادگی این کارو داشت تو باشگاهیم داریم با هم تمرین میکنیم بیا این خوبه سینه خیز تمام آقا سینه خیز تمام من همین ته تاش با اردک و کلاغ دیگه یا میخوای سگ و خوک بریم خوک چجوریه؟ خوک
آقا یکیتون از سوت بلبلی بزنید. آقا تو چیکاره؟ بذار آزاد باشه صدا. من صدای 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 زیبا. آقا صدا حیوانشو خودم میگم دیگه. مورچه چی؟ یه حیوان خودم انتخاب کردم. برگشتنی چه صدایی؟ صدای برگشتنی هم پلنگ. صدا توتی. آقا بریم. توتی خوبه. تو هم صندلی رفتنی می‌بینی. شما چی؟ من چیکار دیگه حیوان پرنده شما چی؟ نه مورچه صدا نداره مورچه و مگس میره. نه مگس و رفتنی برو برگشتنی چی می‌دی؟ مورچه یکیشو مورچه میره. مورچه اصلا صدا نداره. اگه میشه تو آینه برمیاره میگه صدا حمیج و خیار رو میدم حمیج نه یه خیار. حیوان بگو، یه حیوان بگو. تو نمیشنوی دلیل نمیشه نه. آره شاید تو آقا من نشد یه بلبل میدم واسه برمیگردم. برو آقا. بلبل. منم برگشتنی بلبل میام. با هم برگشتنی باید برید. با منم برگشتنی بلبل با آقا تو. با هم باید برید. بریم، آقا، بیا، بیا. توی خط. پیش هم بشینید. با هم. نمیشه که جا نمیشه. وای سر آقا، بشین دیگه آقا، بشین چرا دیگه بشینم؟ قراره برو وای سرت. بشین چجوری دیگه برم؟ برو خدا یادم نیست کلاغ پرسیه. اینجوری آقا اینجوری هم میتونی بری. بگی نگاه کن اینجوری میشینی مچ پاتو میگیری. نه اون نه میشه پری. نه کلاغبر همون هم میتونه به کلاغبر خدمت با اینطوری. اینجوری هم میشه رفت. برو. برو سه برو تو برو. مچ با هم بریم دیگه. اصلا بهش دارم. بشین باختیم ما بریم دیگه. برو دیگه بابا به من درسته جر زدن. لعنت بهت. سه دو یک بیاش بیا دیگه بیا. مچ پاتو بگیر. بارو وایسا بارو بله برو. داشتم وایسا بشین داش آها نه نباید بلند شی نباید بلند شی برو رسول چرا صدا در نمیاد؟ من مرتضی با هم داریم. صدا چی کردی تو مورچه میگم مورچه. نه تو گفتی رفتنی برگشتنی باش. آقا بیا برو خب تازه رو در نمیشه که نشین دیگه داداش والله بلند شو از اوله به من ربطی نداره. من دارم یاره باشه نظر باشه باشه. نه راست به این رفت نداره برو اوکی خب نه واسه چی بلند شدی برگشت برو وایسا میرم نفس بگیرم. برگشت برو راه برگشت برو احمد چطوری احمد نظرت راجع به این حکم چیه حکمی که دارن انجام میدن بزن قدش تمام احمدم تایید می‌کنه بشین برو بشین چی می‌خوای بریم حاجی؟ همینو برگشت میریم ولی صدای چی نمیاریم بوقلمو چی صدای بلبل. شما ایشون که بلبل شما چی منم با این صدا بلبل. باش ببینم من دیگه در آوردم. چند بار می‌خوای در بیاری؟ برو من صدا مورچه چرا بودم. می‌ریزی رو من؟ آقا آقا استراحت صدا نکن خودت داره. آقا تایم آقا یار تایم بیا دشمن. برو بوقلمون برم. برو. آقای خواستگار صدای صدا در بیاره. باش. برو صداتش کن. بشین دیگه من قبل صدا بلبل. آقا مچ پاتونم بگیر برو درست برو آروم رسول آروم فیلم بردار اذیت نکن رسول نمیتونم بدید. درست برو ماشاءالله بشین تقصیر تو باختی. من پایین رو نگاه کردم. بشین این ازگل بازی کرد. باشه بشین کجا رو نگاه بشین برو رسول این بازی کرد من چی بشین خب بیا. بابا ساعتمو اول بزنیم اینجاش زدم به خود ساعتمو شکون این هر زاره میچه اوکی بچه ها بیاین خسته نباشی میگم به مرتضی و رسول عزیز میگه که درخت هرچه پربارتر افتاده تر یه با ادب باش تا رستگار شوی بچه‌ها نشون دادن که اگه میبازن حکمشون انجام میدن حتی اگه سخت باشه دمشون گرم خیلی دوستتون دارم امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشین لایک کامنت سابسکرایب یادتون نره منتظر ما باشین ما به زودی برمیگردیم مرسی